سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. گفتم یه دونه مینی ولاگ براتون بگیرم. این پیمزای کافی میکسا 196 تومن گرفتم، 20 تا توشه. این شکلات رو حدود 42 تومن گرفتم که حدوداً 27 توشه، دونه 1000 خورده ای در اومد که اینجوری که میبینی دارم من میشمارم. اون کافی میکسی که گرفتم مثلا خیلی جاها من میبینم دونه 17 تومن، 18 تومن، 12 تومن، 15 تومن، بعضی جاها 25 تومن میدن دونه ای، ولی من گرفتم 196 تومن از عمده فروش. من اهل تخم شکستن نیستم، برای هوسم حالا گرفتم اینها. تخمه 50 تومن تخمه گرفتم. بعد یه قرص هم حالا بعدا نشونتون میدم برای کاهش اشتهاست، هم برای یبوست اگر داشته باشید خیلی عالی عمل میکنه. توی یخچالم یه دونه کرم دور چشم درماتیپیک گرفتم که الان بهتون نشون میدم. قیمتش حدودا 360 تومن میگن. حالا من استفاده نکردم ولی میگن که عالیه. تعریفش زیاد شنیدم نسبت به کرم‌های ایرانی، چون دارم این محصول دیگه‌اش استفاده میکنم، واقعا عالیه. در ادامه یه دونه شیاف MG بهتون نشون میدم که برای هموروئید و بواسیر خیلی 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 خوبه. یعنی اگه خونریزی دارید موقع دستشویی و اینها حتما استفاده کنید که فوق العاده جواب. من اولین بار دارم استفاده میکنم و واقعا من خیلی خیلی راضیم. اینم خوب بود ولی MG یه چیز دیگه است، خیلی خیلی عالی. قیمتش 135 تومن، 14 تومن توشه. اینم نونه که گرفتم.